بچه‌ها چیکار میکنه؟ امیر رایماد هستم. خوش اومده به یه ویدیو جدید دیگه در این همین کانال، یعنی کانال امیر آشفته. بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها امروز میخوایم بریم یه دونه شکلات تست کنیم. مثلا این شکلات رو دیدید دیگه ایشالله. یه شکلات خیلی ترش معروفم است. بالاخره بعد این مدت ها پیداش کردم، ولی سخت بود یه ذره، چون رفتم تهران گشتم، یه ذره میگفت دارم، یه ذره میگفت ندارم، یه ذره دیدم که فیکشو داره، یا رفتم گشتم اصلش هم هست، اصلش برداشتم و پیداش کردم و آوردم. بعضی موقع پیداش کردم و الانم میخوام تستش کنیم. لحظه بالاخره پیداش کردم. بچه‌ها اینجا نوشته این کار رو بکن، این کار رو نکنی و بچه‌ها، ولی ما اهمیت زیادی نمیدیم. این از شکلاتا همین، یعنی من خودم این همه گشتم. بچه‌ها 1 2 3 4 5 مثلا 1 2 3 4 5 6 تا فقط توش بود. حالا بچه بسم الله الرحمن الرحیم یه تست کنیم ببینیم چجوریه. بچه اینو دیده بودم ولی تست نکرد تا حالا و امروز میخوایم تستش کنیم. این رنگ شکلاته. بخواه بچه همه عرقه چوش شد. بچه یه باشی بچه واقعا ترش شد، ولی الان مرور زمان دیگه الان داره شیرین میشه، ولی اونقدر ترش نبود، ولی بچه خیلی ترش بود. مثلا اونقدر طولانی هم نبود، ترش بود ولی اونقدر طولانی نبود. ولی بچه من از 1 تا 10 بهش نمره 8 رو میدم. چرا؟ چون هم قیمتش خیلی ارزون بود. من خریدم، ها فکرشو من پیدا کردم، قیمت 25 تومن بود. رفتم اصلش پیدا کردم براتون، نکنیم اصلش براتون پیدا کردم. قیمتش بچه خیلی گرون بود، اونقدر گرون مثلا 100 تومن و اینقدر، نمیدونم 70 تومن 80 تومن 60 تومن اینقدر نه، کلا 35 تومن. ولی بچه اینا